خانم دکتر خیلی حس آرامش به من میده و من از این حس آرامشش خیلی لذت بردم. نتیجه بینیت اونی شده که خودت همیشه دوست داشتی بشه؟ آره، حتی بهتر از اونی که میخواستم شده واقعا. خانم دکتر شیرخدا توی کلمه مهربون. اگر قرار باشه یه جمله بهش بگی که رود نشه رو در رو فیس تو فیس بهش بگی، ولی اینجا میتونی بهش بگی، این جمله چیه؟ دوست دارم. سلام، من پریسام، دستیار دکتر احراری. من 5 سالی بود که دنبال جراح خیلی خوب بودم برای بینی، چون برام خیلی تنفسم و نتیجه عمل خیلی مهم بود. و دکتر احراری، خانم دکتر شیرخدا رو به من معرفی کردن که من واقعا با این کلمه 1 ماه عمل کردم و کلی برم دارم، از نتیجه‌ام خیلی راضیم. ممنون ازشون و تیم خوبشون. تو من جنگل ببین، با یک کنار دارم فقط. تو من خورشید ببین، آیه شم من باد. ملینا خانم زیبا، چند وقت از عملت گذشت؟ فکر کنم فردا میشه دیدن 1 سال. چسب زدن این بینی تا کی ادامه بدم؟ ببینید، این یه چیزی هست که روتین برای کار هر جراحی ممکنه متفاوت باشه. چیزی که من از مراجعام خواهش میکنم مدت 1 ماه تا 2 ماه هستش که ازشون میخوام چسب بینی رو داشته باشم. حالا سوالی که ازم میپرسین چیه؟ اگه بیشتر بزنی یا اگه شبا فقط بزنی ایرادی داره؟ آره عزیزم، بیشتر زدن چسب بینی نه تنها بینی شما رو بهتر نمیکنه، بلکه به خاطر اینکه زیر پوست شما یه سری غضروفایی برای فرمدهی بینی قرار داده شده و بعد از 2 ماه اونا داره شکل میگیره. وقتی شما چسب میزنید و اونو جابجا میکنید، بلند میکنید، باعث میشه غضروفای اون زیر تکون بخوره و این باعث به هم خوردن فرم بینیتون میشه. پس لطفاً چسب بینیتون رو با توجه به زمانی که پزشکتون ازتون خواسته بزنید.